تو این ویدیو میخوایم بهترین فارم آیرون بدون زامبی رو درست کنیم که تا بی نهایت بهتون آیرون میده. سلام بچه‌ها، چطورین؟ من محمد بیگ هستم و خیلی خوش آمدید به این ویدیو. برای بچه‌ها همین الان این ویدیو رو لایک کنید و حتما اگر سابسکرایب نکردین همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنارش رو فعال کنید که من ویدیوی جدید آپلود میکنم یوتیوب به شما خبر بده و شما اولین فردی باشید که ویدیوی جدید من رو نگاه میکنید. بله، همونطور که از روی کاور یا همون بنر ویدیو معلومه، میخوایم فارم آیرون درست کنیم یا به فارسی میشه مزرعه آهن. خیلی کاربردیه، به درد شروع بازی میخوره و به هر حال به درد بخوره. بله بچه‌ها، بریم سراغ این ویدیوی خیلی خفن. Let's go. بله بچه‌ها، اینجا جبهه ترس رو مشاهده میکنید که لینکش این بالاست که خیلی به درد میخوره، که به غیر از جبهه ترس 3 تا چیز دیگه هم درست کردیم و اینجا فارم سیب زمینیه که لینکش بازم این بالا هستش. بله، بگذاریم و بریم سراغ ساخت. خب مثل همیشه سراغ چست میریم و حالا گرس که نیاز نداریم، هر دیواری که دلتون خواست و هر بلوکی دلتون خواست رو برمیدارید. خب از اینجا به بعد دیگه مهم میشه تخم ویلیجر یا خود ویلیجر، لاوا، هوپر و چست رو برمیداریم و بریم سراغ ساخت. خب بچه‌ها، اینجا ارتفاع باید 8 یا 10 بلوک باشه، چون زیر 8 یا 10 بلوک بذارید آیرون گولماتون، حالا گولم یا گالم فرق نمیکنه، زیر ویلیجر ها اسپام میشن و به خاطر همون میگم که ارتفاع زیاد باشه که ویلیجر ها بترسن اسپام کنن. و بله، درست کردن این فارم به چند تا شرط نیاز داره که شرط داره کلن. شرطش اینه که 7 8 9 10. خب حالا شرطش چیه؟ شرطش اینه که این فارمو نباید نزدیک خونه ویلیج و قلعه یا برج پیلیجر درست کنین، چون خراب میشه و یه جوری میشه گفت که باید از اول درست کنین، که این نکته خیلی مهمه که از محل سکونتتون دور باشه. و بله، بعد از اینکه بلوکاتون رو ارتفاعش مشخص کردین که 8 یا 10 بلوک باشه، من سر بلوک آخریه 2 تا بلوک میایم جلو، 1 2 داخل هر سر 2 تا، 1 2 1 و 2. خب حالا اینا رو ما کار میذاریم. خب اینا رو کار میذاریم. خب بعد از اینکه این کار کردیم میایم اینجا رو دیوار کشی میکنیم. کلا چی میگن، کلا یک لایش رو از اون موقع که دلتون خواست. خب در ضمن اینجا رو باید خالی بذارید، چون که حالا الان بهتون میگم باید کلا یه گوشه باید خالی باشه، هر طرفی که میسازین سمت راستش خالی باشه. مثلا من اینور دیوار کشی میکنیم اینورش خالی باشه، مثلا اینور دیوار کشی میکنیم اینور باشه. خب الان به چی نیاز داریم؟ الان ما به گلاس نیاز داریم، گلاس معمولی نیاز داریم که باید 2 ردیف کنیمش بالا. خب اینجا رو الان اینجا کار نمیذاریم، میایم اینجا بده من میذاریم. حالا بدتون هر رنگی بود فرقی نمیکنه. خب یه دونه اینور میذاریم، میایم سمت چپ میپیشیم، یه دونه اینور. خب الان الگو این شد، میایم جلو یکی میذاریم، سمت چپ یکی میذاریم، این 3 تا ردیف هم میذاریم. خب بعد از این کار کردید میان اینجا 2 تا ردیف
یک گلس معمولی میذارید که ما داریم این کار انجام میدیم. در ضمن اینجا رو بپوشونید چون که ویلیجرمون فرار نکنن و حالا ویلیجر 1.20 که اونقدر بیعقل نیستن مثل نسخه های قبل که خودشون پرت کنن، ولی به هر حال اونجا میپوشونیم محض احتیاط. و بله خب بعد از این کار کردید میان اینجا ویلیجراتون رو اسپام میکنین و بله این چیزای سبز میبینید یعنی که بدشو تحویل گرفته و انتخاب کرده، به قولی گرفته. یه دیگه میذاریم 2 تا، کلا باید 5 ویلیجر باشه. بله 3 تا، تختشو بگیره 4 و 5 تمام شد. بعدا بچه ها میخواین ویلیجراتون رو بیارین یه پله مانند میاین به زمین میذارید و حالا من برای اینکه ویلیجر رو چون قبلا خودم داخل سروایوال درست کردم از یک ویلیج میاین حالا یه شغلی انتخاب میکنید. حالا یه داخل مغازه های داخل کارگاهشون بریم بهتره. اینو مثلا از ویلیج مثلا کارش اینه معمولا داخل بیابون اینجوریه، مثلا کارش اینجا خراب میکنین یارش اینجا خراب میکنین روی پله میذارید مثلا اینجوری. من اینجوری ویلیجر رو گولشون زدم و بله حالا بعد از اینکه این کار کردیم میایم اینجا میایم اینجا بالاشو کلا میپوشونیم، بالای سر ویلیجر کلهم میپوشونید. بله کلا میپوشونید، اما هر طرفی که هستید مثلا این ور هر طرفی که هستید 4 تا از سمت راست 1 2 3 4 تا میکنید، چستتون رو کار میذارید. فقط باید گوشه باشه. چست رو هر جایی که میخوان بذارین فقط یک گوشه باشه. خب میان این بالا خب شیفت رو میگیرید یه هوپر اینجا میذارید یه هوپر هم اینجا یه هوپر هم اینجا. خب بعد از اینکه این کار کردید بازم شیفت رو میگیرید روی چست و هوپر رو اینا، بعد اینا رو پر میکنید کلن. و بچه ها این نکته که اینجا هست باید این دیوارا 3 تا بلوک باشه که ویدیو که اینا رو ساختیم بله What the fuck؟ چیزه طی ویدیو که اینا رو میسازیم بهتون گفته میشه. الان کار اونجا تمام شد. خب گفتم که باید 3 تا دیوار بیاین بالا. اینجا که میاین حالا هر طرف ولی از این ور باشه بهتره. شیف که نه هوپر روبروشو میاین یه دونه میذارید، بالاشم یه دونه. من سفید برداشتم که یه دونم اینجا میذارید و یه دونم اینجا. اما طرزشو اصلا میدونید چرا اینو گذاشتیم؟ برای اینکه اینجا لاوا. بله نگاه کنید یک باگ خیلی گوگلی و خوشگل اینجا خورده که لاوا نمیریزه. خب الان بهترین موقع شب شد. حالا بهتون میگم چرا. حالا من اینجا آبو برمیدارید به جای لاوا. خب ببینید اینجا کلا زیر دیوارو نذارید. مثلا اینجاست یه دونه میاد اینجا یکی اینجا میذارید. نگاه کنید این شکل میشه درسته؟ خب بله الان این تمام شد. خب الان میبینید که هیچ آیرون گولمی یا آیرون گولمی اسپام نمیشه. باید دقیقا یک شبانه روز
دقیقاً نگاه کنید دقیقاً باید یک شبانه روز این فارم بگذره، یه شبانه روز ماینکرافت که هیلا جمع میشن. حالا من اونو غیر فعال کنم، الان روی فوق‌العاده میذارم که روی بله. حالا اینجا میایین زامبی و حالا من یه هیلایی بردارم. آره دیگه حالا طول میکشه چون حالا ما زامبی سرچ کنیم. اونم اینجا زیرشو کلا از باید به ها سب کنید دیگه. ولی قبل از این که مثلا ساختید، قبل از این شب بشه کجاست؟ من دیدار شب بخورم. بعد از این کار کردید میان اینجا رو یه دونه خراب میکنید، یه هوپر میان پایین بعد از اینکه این کار کردید میان اینجا حالا یه هوپر گذاشتید دیگه زیر چست. حالا یه دونه اینجا باز میذارید، یه دونه باز اینجا. حالا برای اینجا شیفت میگیرید تو اگر بشه برای محض احتیاط میام اینجا وسایلمون رو پرت کنیم این تو، همه این پایین رو چک میکنیم. حالا باید منتظر بمونید که حالا باید یه شبانه روز بگذره که این ویلیجر رو بترسن که مثلا وای زامبی مثلا اومده اونجا اینجور حرفا. حالا صبر میکنیم که اینجا حالا من کاد میکنم و اگر آیرون گالمی اومد استوب میکنم که وایس سر جاش و از اونجا ویدیو رو شروع میکنم. بله کات میکنیم چون واقعا باید کات کنیم دیگه، خیلی وقت میبره که این ویلیجر بیتارشون رو بترسن. و بعد 2000 years later. برای بچه همطور که داخل صفحه هست آیرون گالم داره اتک میشه. آیرون گولم که او 5 تا. ببینید بعضی از آیرون گولما گل نمیدن، فقط آیرون میدن. من نگویم 5 تا داد. بله حالا اولین آیرون گولم خیلی 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 دیر اسپام میشه و بعد از اون دیگه دیر به دیر دیگه اسپام نمیشه آیرون گولم. و میشه گفت که هر 3 دقیقه یا آره دیگه هر 2 دقیقه یا هر 1 دقیقه یا 2 دقیقه یک آیرون گولم و هر 2 دقیقه یا 1 دقیقه 5 تا آیرون به دست میارید که فرض کنید اگر 1 ساعت بذارید این فارم کارشو بکنه، فرض کنید چقدر استک به شما. بله بچه اینم از فارم آیرون یا همون به فارسیش بگم مزرعه آنو غیر فعال کنم. بله به قولی مزرعه آهن به فارسی میشه گفت. و بله بچه اینم از فارم آیرون
امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون کاربردی باشه. و بچه همین الان این ویدیو رو لایک نکردید، همین الان این ویدیو رو لایک کنید و اگر چنل رو سابسکرایب نکردید حتما چنلم رو سابسکرایب کنید و حتما دکمه زنگوله رو هم فعال کنید که وقتی که من ویدیو جدید آپلود میکنم یوتیوب به شما خبر بده و شما اولین نفری باشید که از ویدیوی من با خبر میشید. بله و حتما کامنت انگلیسی بذارید که من چند ویدیویی که دارم خودم رو شتک میکنم که حتما بچه کامنت انگلیسی بذارید که من چون یوتیوب متاسفانه گیر میده به این که چون داخل ایران ما فیلتری هستیم و اگر کامنت انگلیسی نذارید اون فکر میکنه که چون تو ایران فیلتریه و ما رو ربات فرض میکنه که ما اصلا ربات نیستیم و هر حال ما ربات فرض میکنه و لایک و سابسکرایب هاتونو از بین میبره. بله بچه ها اینم از این ویدیو بعدی ویدیو خیلی خفنیه. میخوایم مطمئن نیستم ولی میخوایم ویدیوی بعدی چه عرض کنم ویدیوی تزیینیه. آره برای تزیین خونه و تزیین رو چیزایی که خیلی هم به درد میخوره. و بله لینک چه عرض کنم لینک جبه ترس و اون ستا رو الان بالا لینکش اومد و فارم سیب زمینی هم لینکش اومده بالا. بله بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.